سلام به همگی. به یه ویدیو جدید خیلی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو از یکی از دوستام ساشا درخواست کردم که براتون 0 تا 100 مهاجرت پرستاری به استرالیا رو توضیح بده. ساشا لطف کرده، وقت گرانبهاشو در اختیار ما گذاشته. مرسی ساشای عزیز که این لطف به ما کردی و میخوای 0 تا 100 رو برامون توضیح بدی. مرسی زهرا جان، مرسی از اینکه منو دعوت کردی که باهات این لایو رو داشته باشم. قربونت برم. ساشا اگه امکان داره یه معرفی کوچیک از خودت بکن، بعد بریم سراغ بقیه مراحل. سلام بازم به همگی. من ساشا هستم، پرستارم، توی ملبورن استرالیا کار میکنم و حدود 5 سال پیش من مهاجرت کردم به این کشور. ساشا الان پرستار هستی اونجا، درسته؟ آره، من هم ایران پرستار بودم، یه تمام 4-5 سال ایران سابقه کار دارم و بعد از مهاجرت به اینجا من یه 3 سالی هم اینجا سابقه کار دارم. ساشا من یه سوالی دارم. من به عنوان کسی که تازه تو ایران فارغ التحصیل شدم، پرستاریمو تموم کردم، حالا تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم به استرالیا. بهم بگو که اولین قدم تو مسیر مهاجرت به استرالیا چیه و چه مدارکی رو من نیاز دارم؟ اگه تازه فارغ التحصیل شدی، اول از همه خیلی مهمه که مدرکتو آزاد بکنی، چون بدون مدرک تو نمیتونی یعنی هیچ کار مهاجرتی بکنی متاسفانه. ولی اگه تونستی راه پیدا کردی که مدرکت آزاد بشه، اون وقت میتونی به چند تا روش فکر بکنی. یه روش اینه که بخوای دانشجویی بیای استرالیا و مثل هر کسی که دیگه که اینجا توی استرالیا کارشناسی پرستاری میگذرونه، تو هم بیا اینجا کارشناسی بخونی. منتها چون ایران کارشناسی خوندی، میتونی تبدیل واحد بکنی و فقط 1 سال کل دوره کارشناسی رو 1 ساله بگذرونی، که خب این خیلی چیز خوبیه و بعدش رجیستر میشی بدون هیچ امتحانی، بدون هیچ دردسری. چه چیزایی میخوای برای اینکه بخوای دانشجویی بیاد؟ من یه دقیقه تو رو استاپ کنم ساشا. من یه ذره عادت بدی دارم تو مصاحبه‌ام، همه رو استاپ میکنم. یه سوال که برام پیش میاد استاپ میکنم، سوالم میپرسم. خب اگه من بخوام دانشجویی بیام، تو گفتی پس امتحان انکلکس استرالیا نداره، درسته؟ برای حالت عادی آدمایی که اینجا درس میخونن نه. خب بعد کسی که بخواد دانشجویی بیاد، آیا اگه من دانشجویی اپلای کنم هزینه هام به عهده خودمه یا به عهده حالا یعنی فاند میشه گرفت؟ چون کلا لول کارشناسی و ارشد توی استرالیا هیچ فاندی بهش داده نمیشه. هر موقع تحصیلت از مثلا 1 سال بیشتر باشه، 2 سال اینا باشه، ممکنه دانشگاه یه تخفیفی هم بهت بده، ولی اگه اون کورس 1 ساله رو بگیری، عمدتاً چون اونقدر زمانش نیست بهش تخفیفی نمیخوره. ولی خب بازم هزینه 1 سال درس خوندن قابل دادن شاید باشه برای بعضی از افراد. میشه برامون بگی که حدوداً هزینه‌اش چقدر میشه؟ یه حدود، چون میدونم که هزینه‌ها رو نمیشه کامل گفتش. من خودم با همین روش اومدم استرالیا و زمانی که من هزینه رو دادم $32,000 تقریبا $33,000 بود و همین الان هم باید تقریبا حدوداً همین قیمت باشه. فقط باید در نظر بگیرید که ویزا هم یه هزینه خیلی کمی داره، بیمه باید بگیرید که اونم یه هزینه کمی داره و برای ویزا از شما تمکن مالی هم میخوان که باید مساوی این مقدار باشه به علاوه تقریبا $2,000 ماهانه به مدت تحصیل. اوکی. خب ساشا ببخشید که تو رو استاپ کردم، خیلی عالی. حالا بقیه‌اشو برامون بگو. آره، و چیزی هم که دانشگاه ازتون میخواد، مدرکی که میخواد اینه که مدرک دبیرستانتون و کارشناسی رو براتون ترجمه بکنه، برای خود دانشگاه بفرستی. علاوه بر این حتما مدرک زبان ازتون میخوان که معادل آیلتس 7 تو همه اسکیلا، که چیز سختیه ولی PTE میتونین جاش بدین. PTE 65 تو همه اسکیلا که یه چیزی که قابل ارائه دادن هست تو مدت زمان کوتاه. آره PTE خیلی راحته. من ساشا کسی رو میشناختم که مثلا آیلتس به زور شده بود 5.5 به زور، بعد آیلتس 5.5 گرفتنش اصلا سخت نیست، بعد خیلی راحت PTE شو 65 گرفته بود، 1 ماه درس خونده بود. PTE خیلی راحته و به کمک بچه‌ها خیلی اومده توی مسیر. دقیقاً، مثلا اگه حفظیاتتون خوبه و بیس خوب مطمئناً میخواد، یعنی بیس 0 دیگه نمیتونین داشته باشین، ولی بیستون خوب باشه، ممکنه از آیلتس نمره نگیرین ولی PTE فقط حفظیات با کامپیوتر یه خورده تکنیک یاد بگیرین، میتونین حتما از پسش برین.
آره خیلی هم عالی. پس یکی از روش‌ها اینه که حالا شما مدارکتون رو آزاد کنید. من اینجوری که آقا ولفی هم داره میاد میره دیگه، میبینید آره من دارم اون پشت میبینمش. آره این میاد همیشه پیش من میشینه موقع مصاحبه‌ام، بعد هیچی وقتی میره بیرون یه سری میزنه و میاد. اگر تا الان ویدئوی ما رو دیدید حتما ویدئو رو لایک کنید. من پیج یوتیوب ساشا و اینستاگرام ساشا رو اینجا براتون میذارم، حتما فالوش کنید. اگر این ویدیو رو یوتیوب من رو تا الان سابسکرایب نکردید اونم سابسکرایب کنید. مرسی که تا الان همراهمونید. ساشا داره اشاره میکنه 2 تا سابسکرایب گذاشتیم این پایین، حتما سابسکرایبش کنید. پس ساشا من اگه تو ایران فارغ التحصیل شدم باید برم مدرکمو بگیرم، مدرکمو آزاد کنم. تو گفتی هم مدرک هم چیزو میخواد، هم مدرکتو میخواد هم دبیرستانتو اگر اشتباه نکنم ترجمه میکنی میفرستی دیگه. در حقیقت اپلای میکنی برای یه دانشگاه تو رشته پرستاری برای استرالیا، درسته؟ بعد وقتی که اپلای کردی اون مرحله‌ای که حالا تو گفتی چون ایران پرستاری داری مدارکتو تبدیل میکنن، اون مرحله چجوریه؟ آره تو خب تمام واحدهای دانشگاهی تو براشون میفرستی. خیلی براشون مهمه که حتما بتونی این سرفصل دروس و ساعت و اینجور چیزاش هم از دانشگاه بگیری، یعنی اطلاعات کامل براشون بفرستی تا اینا یه چیزی به اسم RPL یا Recognition of Prior Learning بهت میدن که عملا کلی از واحدهای کارشناسی رو بعد قبول میکنن. فقط بعد 1 سال میمونه که اون 1 سال همون یه 7 درس هست که باید بگذرونی و بعدش به رجیستریشن میدن. خیلی هم عالی. فرق نمیکنه که کدوم دانشگاه اپلای کنن دیگه، میتونن دانشگاه مختلف اپلای کنن، درسته؟ یه دانشگاهی باید باشه که یه آفر رو به دانشجوهای اینترنشنال بدن، یعنی اونایی که فقط دامستیک قبول میکنن مطمئنا نمیشه. اگه یه دانشگاه باشه که برای کارشناسی اینترنشنال بگیره که اکثر دانشگاه‌های بزرگ استرالیا میگیرن، همین کافی است که براش اپلای بکنه و درخواست بده. یه نکته دیگه هم داره که این دوست ندارن که ببینن شما یه گپ خیلی زیادی دارین. گپ براشون این تعریف رو داره که شما نه درس خونده باشین و نه سر کار رفته باشید. حالا این تنها تأثیری که میذاره مثلا برای کسی که فارغ التحصیل شده یه 3-4 سال هم سر کار نرفته و هیچ چیزی نداره، این ممکنه بهش آفر 1 ساله ندن، ممکنه آفر 2 ساله بهش بدن. در نتیجه اگه بتونین حتما مطمئن بشین که بعد از فارغ التحصیلی سر کار میرین، چیز خیلی خوب مهمیه که عمرتاً افراد طرحشون حتما رفتن. خیلی هم عالی. ساشا برای اینکه اپلای کنن بچه‌ها در حقیقت انگار که اپلای میکنن دانشجویی که بیان استرالیا، و اگه چیزی تو این مسیر حالا جا مونده که بهمون بگی، اگه بهمون بگی ممنون میشم. وقتی دانشگاه قبولشون کرد بهشون آفر داد، برشون confirmation of enrollment صادر میکنه که یه نامه است. اینو بعدا وقتی خودتون رفتین که تو سایت وزارت خارجه استرالیا و اپلای کردین برای ویزای دانشجویی، اونجا حتما آپلودش میکنین. ازتون یه سری مدرک شخصی رو میخوان، تمکن مالی رو اونجا میخوان و همه رو اینا رو آپلود میکنید و خب یه 15 تا صفحه هم داره که پر میکنیدش و بعد سابمیت که کردین هزینه‌شو رو دادین، اون وقت یه چند ماه طول میکشه که این ویزا رو براتون صادر بکنن برای طول مدت تحصیل. بعد ساشا ویزای تحصیلی هم عموما ویزایی که خیلی سریع صادر میشه، درسته؟ برای شما هم اینجوریه؟ دقیقاً سعی میکنن تاریخی بدن که عملاً در طول تحصیلتونه، یعنی فکر نکنید خیلی اگه زودتر هم اپلای بکنید میخوان حتما تاریخ زودتر رو براش بدن. بعد که درست تموم شد چجوری میتونی ویزای تحصیلی تو تبدیل کنی به ویزای کاری؟ اونجا سخته یا چجوریه؟ وقتی که رجیستریشن دستت باشه، عملا کاراتو کرده باشی، میتونی برای ویزای دائم اپلای بکنی که ویزای مهارتیه و اگه برین توی وبسایت خود مهاجرتی استرالیا حساب بکنید میتونید امتیازاتتون حساب بکنید. 65 مینیمومیه که به دست خواهید آورد و کار سختی هم نیست 65 رو بگیرید و بعدش که یعنی اپلای بکنید برای مخصوصا اگه بتونین یه دونه اسپانسر ایالتی پیدا بکنید که اسپانسر ایالتی هم فقط میرین توی وبسایت یه ایالت اپلای میکنید، لازم نیست چیز دیگه بهشون نشون بدید. فقط من یه چیز رو یادم رفت، حتما باید برای ویزا اسسمنت رو هم انجام بدین که با یه ارگانیزیشنی به اسم انمک
برای انمک هم که بخواین اسس بکنین، چیزی که ازتون میخواد اینه که یه نامه رفرنس، پروفشنال رفرنس که خودشون متنشو بهت میدن و بری از همه سر کارات بگیری و اگه یعنی عملا اون رو نگیری نمیتونی از سابقه کارت استفاده بکنی. اگه یه چیزی پایین تر از 3 سال باشه عمدتاً یعنی قبولش نمیکنن، هیچ امتیازی نداره. هرچی ممکنه براتون خیلی مهم نباشه که اون 3 سال رو بخواین اسس بکنید، ولی حتما دانشگاهتون هم اسس میکنه و اون با اون اسسمنت میتونید ویزا رو بگیرید. پس این که حتما داشتن 3 سال سابقه کار مهمه، درسته؟ اگه امتیاز لازمه و اون با سابقه کاریتون به دست بیاری، چون امتیازیه میتونی از خیلی چیزا امتیاز بگیری. این برای ویزاست تو داری میگی؟ آره برای ویزاست. پس این که بهتره که خب چون بهتره که داشته باشی بتونی، حالا اون سابقه کمک میکنه به اینکه امتیازت توی گفتی که اونجایی که اپلای میکنی بالا بره و احتمال گرفتن ویزات خب بیشتر باشه. من متوجه شدم. ولی در حالت عادی اگه من ایرانم مهم نیست، من مدرک لیسانس دارم، خیلی راحت اپلای میکنم. حالا اگه امتیازاتت میرسه هیچ نیازی نداره سابقه کار رو بیشتر نشون بدی، ولی اگه کسی مثلا به هر دلیلی سنشون قد زیاده که امتیاز سن نمیاره، اون وقت باید مثلا حداقل امتیاز سابقه کار بیاره. یه بالانسیه که باید پیداش بکنید. حالا یه چیزی، من پس این خیلی نکته خوبه بود. حالا ساشا همینجوری یا نه اینکه بخوای کلا بگو چه چیزایی امتیاز داره. گفتی سن پایین فکر کنم امتیاز داره گفتی ها؟ آره، سنتون امتیاز داره، به هر رده سنی یه امتیاز متفاوتی میدن. دیگه سابقه کارتون امتیاز داره که یعنی از 3 سال تا 5 سال شروع امتیازشه. مدرک دانشگاهیتون که اسس شده باشه اونم امتیاز میده. اگه استرالیا درس خونده باشید و حتما بعد عملا 2 سال باشه درس خوندن، اون بهتون امتیاز میده. یه مدرک مترجمی هست که اگه داشته باشین که اونم خیلی سخت نیست گرفتنش، اون امتیاز میده. مجرد بودن بهتون امتیاز میده. اگه یه همسری داشته باشین که اونم بخواد یه مهارتی داشته باشه که اون ایالت بخواد اسپانسرش بکنه و زبان داشته باشه، اونم بهتون امتیاز میده. اگه همسر و پارتنر خارجی هم داشته باشین اونم بهتون، یعنی آپشن‌ها زیاده، پس میشه راحت امتیاز رو گرفت. آره میتونین راحت امتیازتون رو بگیرید. خب پس خیلی هم عالیه. حالا یه چیز دیگه من به حرفای تو اضافه کنم برای اپلای دانشجویی. تو یه جا گفتی که نیاز هست که بگی مثلا چقدر کورس گذروندی، چند ساعت بوده و اینا. اینو تو ایران بهش میگن کورکولوم اگه اشتباه نکنم. یه بعضی از دانشگاه‌ها سخت میدن ولی بعضی از دانشگاه‌ها راحت میدن. الان خیلی راحت تر شده گرفتنش. گفتم من اینم اضافه کنم به حرفای تو. پس یه روش که میشه از طریق اون برای استرالیا اپلای کرد و پرستار شد اینی بود که ساشا گفت از طریق دانشجویی بیه. حالا ساشا آیا روش دیگه ای هم وجود داره برای اپلای کردن و اومدن نخوای دانشجویی بیای؟ آره، روش دومی که ارائه دادن و چند سالی هم هست که تازه ارائه شده، روش اسمش میگن OBA یا Outcome Based Assessment. این طرف حسابتون فقط با آپرا مثل وزارت بهداشت ایران حساب بکنید، ورژن آسترالیاییش. بورد پرستاری ماماییش میشه NMBA، آپرا NMBA اسم کاملشه. توی وبسایتشون میرید و اونجا اپلای میکنید. حالا چیزی که ازتون میخواد اینه که مدرک کارشناسیتون رو براشون بفرستید و برای بعضی هم میخواد ازشون گود استندینگ هم از نظام پرستاری بگیرن که مثلا نشون میده که شما رجیستر ایران هستید، گرچه عملا چیزی نیست که ما توی ایران داشته باشیم ولی یه چیز معادلش میشه نامه این گود استندینگ. ساشا یه چیز خیلی خوب شده برای نظام پرستاری ایران. انگار آخرین قیمتی که من دارم، چون با بچه‌ها صحبت میکنم هی میده آخرین قیمتی که دارم 5 میلیون خورده ای هستش. در حقیقت همون بهش میگن تو ایران بهش میگن صلاحیت حرفه‌ای، یعنی اینکه نشون میده که شما لایسنس داری که خب البته ما تو ایران این امتحان نمیدیم و نشون میده که شما هیچ خطای پزشکی روی پرونده‌ت نیست که اونم تو ایران پیگیری نمیشه. در حقیقت همه خیلی راحت میتونن این گود استندینگ رو از ایران بگیرن. حالا خب بعد مدرک بعدی که میخواد چیه؟ آره یه مدرک دیگه هم جاش میتونه نشون بدی. بعضی موقع نامه نظام هم بعضیاشون بعد از اون ایجنت هایی که پیدا میکنیم
قبول میکنه که ترجمهش بکنی، اون وقت دیگه لازم نیست اون پول نظام رو هم بهشون بدی. فقط باید براشون نامه بزنی که اگه کسی که مثلا نامه نظام، چون همه ماها که بعد از فارغ التحصیلی عضو نظام نشدیم دیگه و عمدتاً اون تاریخ ها میس میشه، اینا فقط باید بهشون ایمیل بزنی، براشون توضیح بدی که ما عملاً رجیستریشن نداریم توی استرالیا که حتما بعد کارشناسیمون بگیریم و این نظام معادل اون نیست. این نظام فقط در نقش تاییدی است. من از موقعی که فارغ التحصیل شدم مثلا با این کارشناسی داشتم سر کار میرفتم، همین. قبول میکنم. آره اوکی. خب پس ساشا، مدرک تو میخواست، وبسایت تو گفتی و بعد گفتی مدرک پرستاری تو میخواد به اضافه بود استندینگ، دیگه چه مدارکی میخواد؟ آره اینجا یه قضیه فقط همینا رو میخواد و اینا میاد یه حالت اسس میکنه و اینجا میتونه بده یا استریم بی بده یا استریم سی بده. اگه فکر کنه که عملاً یه چیز خوبه با کیفیت بهش ارائه دادید، حتما استریم بی میکنه. ولی بعضیا از دانشگاه‌های خیلی کوچیک آزاد نتونستن این تاییدیه رو بگیرن، ولی عملاً هیچ کس نمیتونه بگه که مدرک دانشگاهی قبول نیست یا قبوله. این خود اساسیه که باید خود آپرا برد بکنه و خب اکثریت تا الان این اساس مثبت رو گرفتن از ایران و اگه این اساس رو بکنه و قبول بکنه باید استریم بی بده، میتونی وارد این پروسه OBA بشی که Outcome Based Assessment هست و شامل چی میشه؟ شامل امتحان تئوری میشه و شامل امتحان عملی میشه. امتحان تئوری انکلکس مثل مال آمریکا دقیقاً یه دونه امتحانه، یه دونه عملاً درس باید بخونید، عین همونی که کسی که تو آمریکا یا کانادا هست. دقیقاً عین آمریکاست، یعنی اینکه پیرسون میگیره این انکلکسو. دقیقاً پیرسون این انکلکسون. خب بعد دیگه چی؟ آره و اونا که پس شدن اون وقت بهشون رفرال میدن برای امتحان آسکی. امتحان عملی هست که توی توی ادلید استرالیا انجام میشه. این آسکی همون آسکی هست که توی انگلیس هم انجام میشه، این همون امتحانه؟ آره مشابه همون امتحانه. اوکی. بعد چجوری امتحان ساشا؟ بعد این استرالیا امتحان میدی اون امتحان؟ آره اینجا ویزای توریستی میگیری و ویزای توریستی رو بهت میدن. نگران نباشین ایرانی ویزای توریستی استرالیا نمیدین، چون قرار اون رفرال آپرا رو آپلود بکنی و بهشون بگی من برای این کار میام و همین کافی هست. ردتون نمیکنن مگه اینکه یعنی از شواهدتون چیز کمی باشه، ولی اگه تمام اون چیزایی که باید تیک بزنید برای این ویزا رو تیک بزنید 100% بهتون میدن. و بعدش میان ادلید استرالیا و هزینه امتحان یعنی باید داده باشید و بوک کرده باشید برای نشستن توی امتحان و بعدش میان امتحان آسکی رو اینجا میدین که امتحان عملی میتونید براش کلاس های پریپریشن بردارید که اونم با هزینه شخصی هست و اون کلاس ها کمک میکنه که شما 100% این امتحان رو هم پس بشین برای کسی که میترسه که بیفته. و داشتیم کسایی که بار اول قبول شدن، داشتیم کسایی که برای بار دوم قبول شدن و بعد از اینم که اینو پاس کردی اون وقت باید مدرک زبان اینجا نشون بدی بهشون که بازم همون PTA 65 یا آیلتس 7 یا OET برای کسایی که OET دوست دارن OET B رو باید نشون بدی و چیز دیگه هم که ازتون میخوان عمدتاً 400 میخوان که ثابت بکنی 450 ساعت کار کرده باشی و عمدتاً کسی که ایران عملاً مدرکش رو بخواد آزاد بکنه حتما طرحش رو رفته، یعنی 405 ساعت میشه معادل 3-4 ماه کار کردن توی ایران. خیلی چیز زیادی نیست ولی استثناء قائل میشن اگه به هر صورتی نتونی این 450 ساعت رو هم ارائه بدی بهت میگن سوپرویژن و پرکتیس برات میذاریم، فقط اون اول باید سوپروایزد کار بکنی همین که یعنی خیلی هم قانون نیست که اینو حتما میخوای ثابت بکنی. و از کریمینال هیستوری هم میخوان که حالا از ایران میتونی
مدرک بگیری. یه چیز اینترنشنالی هم توی استرالیا خودشون بهتون میگن که چیکارش بکنید، اون رو هم بگیرید، بعد اینجوری بهتون رجیستریشن رو میدن. بعد رجیستر میشی. حالا ویزا چجوری میگیری؟ یعنی که وقتی رجیستر میشی چقدر میتونی بمونی؟ این ویزاش چجوریه ساشا؟ آره عملا رجیستر شدی ویزای توریستی داری دیگه. هر موقع ویزای توریستی باطل شد عملا باطل شد، بعد برگردی. عمدتا این ویزاها 3 ماهه صادر میشه ولی قابلیت تمدید کردنش هم داری. ولی اینجا برای اینکه بخوای ویزای مثل قبلی که گفتم همون ویزا رو اقامت دائمی که با دانشجوی هم بعدش اپلای میکنی، اینجا هم میتونی همون رو اپلای بکنی. فقط تفاوتش اینه که تو باید به عنوان اپلیکنت خارجی بعد اپلای بکنی. میتونی برگردی ایران برای ویزای دائم اپلای کنی، عین همون شرایطی که قبلا گفتم، و اقامت کامل رو بهت بدن و میاین با اقامت کامل توی استرالیا و هر کاری دوست داری میکنید. میتونید اصلا کار نکنید، میتونید خونه بشید، میتونی خونه بشید، پولدار باشین، کارم نکنین دیگه. پس ساشا برای این قسمت دوم تو گفتی بعد از اینکه رجیستر شدیم، امتحان آسکری دادیم، ویزای توریستیمون تموم شد، میتونیم خیلی راحت برگردیم ایران. حالا برای ویزای دائم اپلای کنیم و بیایم استرالیا. اون ویزایی که بهمون میدن ویزای کار دیگه، درسته؟ مثل گرین کارت آمریکاست. یعنی میتونی قشنگ با مدرک رجیستریشن پرستاری برای اقامت موقت استرالیا اپلای کنی و اگر آدم خوبی باشی اقامت موقت تبدیل به اقامت دائم میشه. یعنی نه، مستقیم اقامت دائمه. چون مثلا تو اینجا تو آمریکا تو گرین کارت که میگیری مثلا فقط کافیه که خطا نه، یعنی مثلا دزدی و قتل و جنایت نکنی. بعد مثلا بعد از 5 سال که بگذره میتونی اپلای کنی برای اقامت، یعنی بشی شهروند. معذرت میخوام بعد گفتم بشی شهروند. فهمیدم. پس تو درست میگی. اوکی من کاملا اشتباه کردم. همون اقامت دائمه، فقط اینکه اگه آدم خوب باشی بعدا شهروند میشی. ببین این خیلی شانس بزرگیه. من فکر نمی‌کنم کشوری مثلا بیاد به خاطر اینکه شما پرستاری و حالا انکلکس و آرنت رو پاس کردی، به اضافه اینکه حالا مدرک عملی هم گذروندی، بیاد اقامت دائم بده. آمریکا که حداقل این کارو نمیکنه، ولی این خیلی شانس بزرگیه که استرالیا این کارو میکنه. برام خیلی جالب بودش. آره این به خاطر کمبود خیلی شدیدی که دارن، عملا یه دونه لیست درست کردن. اینجا خیلی معلم لازم دارن و پرستار لازم دارن. اگه اینا باشی، هر کس اون ایجنت استرالیا که بخواد ویزا صادر بکنه، تمام پرونده ها رو باید بریزه دور، بشینه رو پرونده تو 2 روزه به جواب. بچه‌ها این خیلی بعد استرالیا خداییش یکی از بهترین کشورهاست برای زندگی. حالا من فکر می‌کنم یکی از کشورهایی که نژاد پرستی خیلی توش کمه، یعنی اون بدبختی که بقیه کشورها دارن، حالا همه جا کم و زیاد هست، فکر می‌کنم تو استرالیا خیلی این خیلی کمه و آدما سوپر فرندلی ان تو استرالیا. این چیزیه که چون من یه دوستی دارم اونجا زندگی میکنه، اینا رو از اون چیز میکنم، اطلاعاتی که اون دارم. این خیلی شانس بزرگیه. فقط یه چند تا سوال نمیدونم تو جوابشو بدونی یا نه. مثلا اینکه خب یه کسی بخواد این کارو کنه، یعنی بیاد انکلکسش رو امتحان بده، ویزای توریستی بگیره، بره استرالیا برگرده، یه برآورد هزینه داری که مثلا من بدونم چقدر، چون این از هزینه شخصیم باید انجام بشه دیگه، بدونم هزینهش چقدر میشه. آره خب هزینهش اگه حساب بکنی، هزینه اسسمنتی که خود آفا میگیره $450 کنقدر نیست. هزینه انکلکس هم $350 که اونم باز هزینه خیلی زیادی نیست. تنها چیزی که هزینه بالاتری داره امتحان آسکیه که $4000 هست و هزینه‌ای که باید برای پرواز عملاً به استرالیا. چقدر هست بلیت استرالیا؟ بلیت کنم 3000 خورده‌ای هزینه‌اش هست، 200 مثلا. هزینه و به اضافه هزینه اقامت که حالا میای تا امتحانتو بدی و برگردی، حالا اونم هزینهش هستش. اگه امتحانتو فیل بشی میشه دوباره بدی دیگه، درسته؟ آره تا 3 دفعه میتونی بدی. برای من با یکی از بچه‌ها که صحبت کردم برای انگلیس، چیزی که بهم گفت این که مثلا امتحانش 7 تا اسکیل داره
که تو اگه مثلا 3 تا اسکیلو بیفتی باید امتحان رو دوباره بدی. اگه یه اسکیلو بیفتی همون یه اسکیلو میری دوباره امتحان میدی. آره اینجا هم میتونی چند تا یعنی اسکیلش رو بیفتی، ولی اکثریت رو اگه قبول بشی بهت میدن. فکر کنم اینجا 10 تاست باید 7 تاشو پاس بشی. اوکی. یعنی عمدتاً 75% رو اگه پاس بشی اوکی خودشو پاس شد. کلاساش هم که هست میتونن کلاس برن. احتمالا یک عالمه ویدیو توی یوتیوب هست. بچه‌ها فقط کافیه که زبان بلد باشه دیگه فقط تو خودت هم میدونی دیگه یوتیوب خودش یه دانشگاهه. کافیه که سرچ کنی دیگه انواع ویدیوها میاد دیگه. تمام کمک‌ها برات میاد که بتونی حالا آموزش ببینی. آره عملاً مهارت‌های حالت عادی که تو بیمارستان ما انجام میدیم، یعنی هیچ چیزی خارج از اونها نیست. فقط باید طبق اصول انجام بدی. یه نکته خیلی چیزش هم داره که استرسه، به خاطر اینکه عملاً یه دونه اسسور بالا سرته، یه دونه بازیگر هم جلوته، در هیچ کس دیگه نیست، یعنی اتاق خصوصی. اگه بتونی اون استرس رو کنترل بکنی و خیلی هم مشکلشون بلد نبودن نیست، مشکلشون این بود که اون لحظه مغزشون کلاً پاک شده و نتونستن جواب بدن. خیلی عالی بود. خیلی اطلاعات جالبی دادی ساشا. من خیلی جالب بود چون من اصلا روش دوم نمیدونستم، اصلا کلا هنگ کردم. خیلی برای من خیلی روش جالبی بودش. بعد اگه چیز دیگه ای تو این پروسه مونده که حالا باید بگی بهمون بگو که من برم یه سری سوالای تخصصی در مورد استرالیا بپرسم. نه تقریبا همش همین بوده. فقط اگه با اون شانستون بد باشه و آفرا به قبول نکنه و بهتون این استریم بی یا رفرال برای این پروسه رو نده، اون وقت تنها چاره‌تون میشه اینه که دانشجویی بیاین. یه نکته دیگه، اتاق عمل هم بعضی موقع میتونه اساس مثبت برای پرستاری بگیره. چقدر جالب. بیهوشی چی؟ بیهوشی نمیتونه؟ نه بیهوشی کلا یه روش دیگه ای دارن که خیلی 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 آسونه و کلا با آفرا کار ندارن، امتحان ندارن، پروسه درس بیهوشی رو یه بار دیگه پس باید یه ویدیو با هم دیگه ضبط کنیم در مورد بیهوشی که کمک به بچهای بیهوشی بشه، چون خیلی بچه‌ها ازم سوال میپرسن. پس اونو اگه حالا برای اونا خیلی راحته، یعنی قشنگ عملا اراده بکنن تمام. آره خیلی جالب بود. اینو حالا بعدم باهات صحبت میکنم. خب ساشا مرسی، خیلی خیلی جالب بود. حالا بریم سراغ این که ببینیم که اوضاع زندگی تو استرالیا چجوریه. یعنی اینکه من میخوام بهم حدوداً بگی درآمد یه پرستار چقدره، هزینه زندگی چقدره، اینا رو برامون توضیح بده. آره اینجا من همیشه میگم بدترین رو میگم اول کار که بدترین رو نظر داشته باشین. اینجا عملا بدترین حقوقی که میتونیم بگیریم مثلا ساعتی $35 هست. بعد ولی هر سال عملا تا 8 سال اول هر دفعه حقوقتون کلی میپره بالا، یعنی جامپ پیدا میکنه تا برسیم به سال بعدی و خیلی راحت حقوقتون به 40-45 اینا میرسه، خیلی نگران نباشن. ولی این برای میگم کسی که شغلی رو برین که کمترین حقوق رو بهتون میده. این هست. بهترین چیزی هم که میتونید پیدا بکنین یه چیزی به اسم، ما اینجا بهش میگیم ایجنسی نرسینگ، ولی اگه بخوام معادل آمریکاشو بگم چون بچه‌ها عمدتاً همه چیزای آمریکا رو بیشتر میدونن، میشه ترافل نرسینگ آمریکا. ولی اینجا میگیم ایجنسی نرسینگ که میتونین آفرهای خیلی بالا بگیرین. تا مثلا من الان یه دونه آفر توی گوشیم دارم 65 تا $85 ساعتی. حقوق بیسش میشه آخر هفته 2 برابرش میکنه، بهت خونه میده، هزینه پروازتون میده، هزینه پارتنرتون میده، هزینه پتت هم میده، هزینه جیم بهت میده. آمریکا این کارا رو نمیکنه. عملا توش پت رو هم نوشته بود. واو خیلی جالب بود. یعنی میتونین عملا کارهای اینجوری هم پیدا بکنین، ولی خب عمدتاً ممکنه مثلا بفرستنتون مثلا شهرهای اطراف مرکز ها، یعنی ولی حتی تو مرکز هم میتونین آفر پیدا بکنین. فقط ممکنه دیگه مثلا هزینه خونه‌تون ندن یا پروازتون ندن چون همونجا داری زندگی میکنین. این حالا من یه شفاف‌سازی اینجا بکنم ساشا. بچه‌ها خیلی دنبال اینن که ترافل نرس و اینا بشن. حالا من چیزی که در مورد آمریکا میدونم میگم اینجا، حالا احتمالاً باید نزدیک باشه یکم هم تو استرالیا. یکی که برای اینکه ترافل نرس شده باشی تو باید اعتماد به نفس کافی رو داشته باشی. یعنی مثلا نمیتونی فرش نرس باشی بگی سلام ببین من میخوام ترافل بشم. تو باید بیس و چیزا رو بدونی.
خب مثلا تو باید بهترین حالت اینه که حالا تو آمریکا اصلا بدون اینکه 2 سال سابقه داشته باشی نمیگیرن، یعنی باید حداقل 2 سال سابقه کار تو آمریکا داشته باشی بگیرنت. و اینکه مثلا خیلی فکر میکنن که وای مثلا فقط به دنبال حقوقن و اینا، حالا حداقل تو آمریکا اینجوریه که درسته که حقوقش زیاده ولی تو باید یه سری کوالیفیکیشن برای اون کار داشته باشی. نمیتونی همون بی بسم الله بری مثلا بگی من میخوام ترافل نرس بشم. تیک یور تایم، مثلا شروع کن کارای حالا با هم حقوق 35 45 دلار کارو بکن، بعد که یه ذره کار گرفتی دسته، بعد دیگه هر کاری دوست داشتی میتونی باش بکنی. اونجا اینجوری هست یا نه؟ اینجا نه هر کسی عملا میتونه بعد فارغ التحصیل شدن هم بره بین اینا. فقط ممکنه که میگم اون مثلا اگه بین 65 تا 85 دلار بخواد حقوق بده، مثلا اون 65 دلاریه رو نمیگیره چون سابقه کار نداره. و خب میگم واقعا یه چیز استرسی هست، بخاطر اینکه هر دفعه باید محیط جدید کار بکنی و عمدتاً ممکنه مثلا یه ماه قرارداد ببندن باهاتون، 1 سال قرارداد ببندن و این هی بخوای جای کارت رو عوض بکنی، شاید مثلا کار هر کسی نباشه. مطمئنم استرس‌های خودشو داره این کار. درسته. خب پس ساشا، من اگه پرستار باشم فکر می‌کنم ساعت کاری شما حدوداً 40 ساعت هستش در ماه، درسته؟ نه، این هم یه نکته خوبیه که برای استرالیا تو میتونی هر قراردادی ببندی. میتونی 8 ساعت کار بکنی، میتونی 40 ساعت کار بکنی. اوکی. خب یعنی اینجوریه که شغلت میشه PRN و پارت تایم و اینا، یا اینکه نه یعنی تو 8 ساعت هم کار بکنی بیمه میگیری؟ چون اینجا مثلا تو اگه فول تایم نباشی بیمه نمیگیری، تو پارت تایم باشی، مثلا پارت تایم من میتونم 10 ساعت کار کنم خب، ولی بیمه بهم تعلق نمیگیره از طرف کارفرما. آره، یه تفاوت دیگه استرالیا بیمه عمومی داره. هر کس که اقامت داره بیمه مدیکر داره. واو. آقا من جمع میکنم میام ساشا. کانادا هم مگه بیمه عمومی نداره؟ آره کانادا داره، ولی کانادا یه مشکل خیلی بزرگی داره. حالا کانادا مثلا ساشا بیمه عمومی داره، ولی وقتایی که ویتینگ لیستایی که تو میمونی خیلی طولانیه. طرف سرطان داره 4 ماه تو ویتینگ لیست MRI میمونه، متاستاز داده تموم شده دیگه. میدونی جدی میگم، من بچه‌هایی که اونجا، حالا نگاه نکن بعضی مثلا تعریف اینجوری میکنن، ولی من اینا رو قشنگ با بچه‌ها صحبت کردم، میدونم کسایی که اونجا خیلی از این مسئله شاکی‌اند، به خاطر اینکه سیستم درمان تو استرالیا فرشتره. خب تو کانادا وسایل تجهیزات اولده. خب بعد مثلا و اون ویتینگ لیستی که همه میمونن خیلی طولانیه. خیلی ها تو این مسیر اگه طرف با بیماری بدخیم داشته باشه، مثلا طرف نمیدونه که هنوز بدخیمه، که مثلا دلرد داره، نمیدونه براش مثلا MRI مینویسن، MRCP مینویسن، بعد مثلا طرف 6 ماه تو وقت نوبت وای میسته دیگه، متاستاز داده تموم شده دیگه. میدونی یه چیزای اینجوری حالا اونجا هستش. خب پس اگر من بگو. آره اینم که اشاره کردی، من یه نکته رو بگم. اینجا سیستم استرالیایی سیستم دولتی داره، ولی سیستم خصوصی هم داره. سیستم خصوصی رو اینجا گذاشته، یعنی چیزی مثل آمریکا که بار رو از رویش سیستم دولتی برداره، در نتیجه انقدر مثلا مردم تو سیستم دولتی دچار مشکل نشن. اگه هر چیزی اورژانسی باشه تو سیستم دولتی عملاً اورژانسی انجام میشه. فقط الکتیو ها هستن که بخواد مثلا ممکنه هر 1 سال هم معطل بشه برای یه چیزی که اونقدر ضروری نباشه. ولی هر کس میتونه بره بیمه خصوصی بگیره و عملاً دیگه اون بیمه خصوصی همه چیز سریع انجام میشه. و میدونم یه جایی مثل کانادا عملاً اون آفر رو هم ندارن که عملاً خودت بخوای بری اون بیمه خصوصی رو هم بگیری و همش گیره بیمارستان دولتی. و تقریبا دولت اینجا مجبورت میکنه اگه حقوق بالا، درآمد بالا داشته باشی، بری بیمه خصوصی بگیری، که اونا آدمی که میتونه افورد بکنه بیمه خصوصی رو استفاده کنه، آدمی که نمیتونه افورد بکنه عملاً از هر چیز دولتی رو به راحتی استفاده بکنه. خیلی این عالی بودش. حالا ساشا، من اگه پرستار باشم، حالا مثلا 40 ساعت در هفته کار کنم، حالا بچه‌ها میتونن خودشون حساب کتاب کنن که چه حقوقی میگیرن، حالا با توجه به حقوقی که گفتید. بعد چقدر مالیات میدین؟ یه حدود کلی اگه بهمون بگی چند درصد؟ آره. اگه اینجا براکت‌های مالی داره، اگه تا زیر $120,000 درآمد پیدا بکنی که عمدتاً درآمدهای
بیخورد توی همین قیمت زیر $1,000. یه چیزی بین 22%، 25% اینا از حقوقت برداشته میشه. آره. ولی یه سری اکثر شغلای بیمارستانی اینجا یه بنفیت دیگه‌ای داره به اسم سالری پکیجینگ که اجازه میده که تو بتونی از پول نت اینکامت، یعنی پول قبل مالیاتت، خرج مثلا خونه، خرید ماشین، اینجور چیزاتو بدی، بعد اینجوری گول بزنی این سیستم حساب مالیات و حقوقتو اینجوری برداری و حقوق تو عملا پایین‌تر نشون بدی، در نتیجه حساب کتاب مالیات به اون حقوقی که بعدش کم شده حساب میشه. خیلی این جالبه، چون تو آمریکا اینجوری نیست، اینجا هم براکتیه دیگه، ولی خب همه چی نمیشه تو مثلا پول خونه و ماشین تو برداری، نه نمیشه، یا تو باید همه رو. خب پس این خیلی جالب بود. پس ساشا من یه حدود 22 تا 25% مالیات میدم ماهیانه. حالا اگه من بخوام یه خونه، یه آپارتمان، یه خوابه اجاره کنم، اجارهش چقدره و خرج خورد و خوراکم چقدره توی یه ماه؟ آره مثلا من همونجا که دارم زندگی میکنم، خونه 2 خوابی که دارم زندگی میکنم، ماهانه تقریبا اینجا هفتگی میدیم، من اینجوری بگم راحت‌ترم، تقریبا $360 ما داریم هفتگی هزینه. هفته $360 تقریبا ماهی $1,400 میشه. خیلی خوبه. آره. توی ملبورن اینجا یه خونه هم هست که نیم ساعت 35 دقیقه با مرکز شهر. تو توی ملبورن هم هستی، خب جای خوبیه و بعد نیم ساعت هم تو، خب طبیعیه دیگه نیم ساعت. حالا من جایی زندگی میکنم، خب بچه‌ها حالا باید بدونن که کسایی که میان خارج، اون مرکز و داونتاون خب خیلی گرونه و کسی اونجا زندگی نمیکنه عموما. حالا یه آدمایی که حالا خیلی جوونن، دوست دارن امشب شب برن بار فلان، اونا اونجا زندگی میکنن، ولی بقیه همه خارج از شهر با فاصله 20 دقیقه نیم ساعت و محله‌های خوبی هم هست که اونجا زندگی میکنن. پس اجارم که زیاد نیستش دیگه. خرج خورد و خوراک چقدره؟ برای 2 نفر حسبه. مثلا یه چیزی بگو که 2 نفر معمولی. خیلی ارزون تر بود، ولی از وقتی که این تورم جهانی اومده اینجا هم ما داریم عملاً ناسزا میگیم هر دفعه که خرید خونه رو میکنیم. مثلا قبلا میتونستم بگم که مثلا $150 هفتگی کافیه، ولی الان احتمالاً باید بگم که مثلا شاید $200 هفتگی فکر بکنید برای عملا یه خانواده 2 نفر حساب بکنید. $200 تقریبا ماهی $800، اونم 1000 ماهی $2000 حدوداً هزینه‌های زندگیتون. حالا ممکنه که پول بیمه و این و اون و نمیدونم برق و آب و میدونم اینا اضافه میشه دیگه، بخوای اونا رو اضافه کنی یه حدود بهمون بگو که بیاد دستم. مثلا به نظرم $3000 اگه حساب بکنی چیز من دیگه. خب خیلی عالی بود، به نظرم خیلی جذابه استرالیا، خیلی عالیه. من توی این مصاحبه‌هایی که با بچه‌های مختلف کردم به نظرم استرالیا از همه جا جذاب‌تر اومده. حالا این نظر شخصی منه. ساشا اگه چیز دیگه ای هست که باید به این مصاحبه اضافه کنی برامون بگو، اگر نه بریم قسمت سراغ پارت آخر مصاحبه. نه میتونی بیشتر سوال بپرسی اگر چیزی هست که من میس کردم. نه تو همه چی رو خیلی خوب توضیح دادی، من سوالی ندارم. فقط این که من همیشه میگم که هر آدمی بزرگترین سرمایه‌ای که داره وقتشه و مرسی از این که این سرمایه گرانبها تو در اختیار بچه‌ها قرار دادی. این اطلاعاتی که تو اینجا توی فضای مجازی میذاری همیشه از تو به یادگار میمونه و یه انرژی مثبتی در زندگی جاری میکنه. یه چیزی رو بگم که ساشا الان به خاطر ما بیدار مونده ساعت 11 شب اونجا و حالا لطفا کرده با اینا. من خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم که اومدی، خیلی خیلی ممنونم ازت ساشا. مرسی زهرا جان. من این سوشال مدیا رو برای این شروع کردم اول از همه به خاطر اینکه وقتی من داشتم اپلای می‌کردم برای کشورها هیچ کس نبود، به زور اطلاعات رو باید به دست می آوردی و این وسط کلی وقت تو هزینه‌ات و اینا از دست میرفت و ترجیح دادم که من یه نفر باشم برای بقیه که این اطلاعات رو براشون بذاره که بتونن استفاده بکنن و خیلی راحت‌تر موفق بشن، چون اینجا واقعا پرستار لازم داره،
کلی پرستار فوق‌العاده تو ایران داریم که میتونه از موقعیت زندگی اینجا استفاده بکنه و به نظرم که خوبه که این اطلاعات رو داشته باشن و این کار برشون سریعتر اتفاق بیفته. دقیقاً درست میگی ساشا. منم مثلا علت این که شروع کردم همین بود، چون مثلا الان نگاه کنیم بچه‌هایی که میان آمریکا، مثلا طرف میاد حالا با لاتاری یا اصلا با غیر لاتاری میاد، طرف حتی با لاتاری میاد 3 ماهه میره سر کار، چون دیگه مسیر مشخصه. الان دیگه ماها اومدیم مسیر رو نشون دادیم. خب ولی زمانی که من اومدم آمریکا 2 سال طول کشید تا من تونستم اینجا آرن بشم و این 2 سال مجبور شدم تو فروشگاه کار کنم. خیلی زندگی سختی کشیدم و الان تنها قصدم اینه که حالا یه سری کمک کنیم که بچه‌ها بتونن این مسیر رو راحت بیان. میدونم که حس تو چیه دیگه، میدونم که تو هم همین کشیدی و حالا میخوای راحتش کنی برای بچه‌ها. بازم مرسی ازت که اومدی، خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم ازت، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم ازت. روزگار خوبی داشته باشی. از همگی شماها ممنونم که تا الان ویدیو رو دیدید. حتما ویدیو رو حمایت کنید، پیج ساشا رو حتما فالو کنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. مرسی از همگی. خداحافظ. خداحافظ.